آیا میدانید شرک چیست و چه عاقبت بدی دارد؟ خوب گوش اندازید. از جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس در حالی که به خدا شرک نورزیده او را ملاقات کند وارد بهشت می شود و هر کس در حال با خدا ملاقات کند که به او چیزی یا کسی را شریک قرار داده است وارد دوزخ می شود. حدیث متفق علیه. شرک دو قسم است: شرک اکبر و شرک اصغر، یعنی شرک بزرگ و شرک خرد. شرک اکبر این است که انسان در صفتهایی که خاصه الله تعالی است کسی را یا چیزی را برابر الله متعال بداند، یعنی غیر از الله تعالی کسی را یا چیزی را معین و مددگار، رزق دهنده، حاضر و ناظر، مدبر کائنات و غیره اعتقاد کند و با همین عقیده از دنیا درگذرد داخل دوزخ می شود. اما شرک اصغر آن است که در نصوص شرعی به عنوان شرک یاد می شود ولی به درجه شرک اکبر نمی رسد، مثل ریاکاری. فرق بین شرک اکبر و شرک اصغر این است که شرک اکبر تمام عملهای انسان را باطل می کند، اما شرک اصغر فقط همان عمل را باطل می کند که در آن شرک اصغر به عمل آمده است، مثل عملی که در آن ریا و خودنمایی است. شرک اکبر صاحبش را در دوزخ جاویدان و همیشه باقی میماند، اما شرک اصغر چنین نیست، یعنی صاحبش را همیشگی در دوزخ باقی نمیماند. شرک اکبر انسان را از اسلام خارج می کند، یعنی او را مسلمان شمرده نمی شود. اما شرک اصغر چنین نیست، از اسلام خارج نمی کند و او را مسلمان شمرده می شود ولی مسلمان فاسق. شرک به خدا یگانه گناه بزرگی است که خداوند آن را نمی بخشد. خداوند در آیه 48 سوره نساء می فرماید: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. الله شرک به خود را نمی بخشد و گناهان دیگر غیر از آن را برای هر کی بخواهد می بخشد. آن که برای الله شریک قرار می دهد گناه بسیار عظیم مرتکب شده است. صدق الله العظیم. متن حدیث مذکور چنین است: عن جابر بن عبدالله رضی الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من لقی الله لا یشرک به شیئا دخل الجنه و من لقیه یشرک به دخل النار. متفق علیه.